صبح شما بخیر باشد بینندگان عزیز. در آغاز باز یک روز نو از شما دعوت میکنیم که در چند دقیقه دیگر ما را همراهی کنید تا از خبرهای تازه تاجیکستان و جهان آگاه باشید. امروز شنبه 16 ایول است و در پراگ هوا ابری بوده. انتظار میرود که حرارت روزانه تا 24 درجه را تشکیل نماید. در مسکو روزانه هوا بارانی بوده تا 21 درجه گرم خواهد بود. در سنت پترزبورگ هوا ابری است و حرارت تا 22 درجه بلند می رود. امروز در دوشنبه هوای صاف و آفتابی است. گرمی دوام روز 40 درجه را تشکیل خواهد داد. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید بر اثر فرآمدن سیل در دهه یوزگند نویه سنگوار پل و راه ماشینگر در کیلومتر 57 خراب گردیده است. همچنین سیل قطعه‌های نزدیاولگی ساکنان محلی را نیز پخش نموده است. ضرر بیشتر از این آفت طبیعی به زمین‌های کشتی جماعت رسیده است. در این زمان کارهای برقرارسازی و برطرف نمودن عاقبت‌های آفت ادامه دارد. برای معاین کردن ضرر رسیده کمیته حالتهای فوق‌العاده به کار خود ادامه می‌دهد. رهبر کمیته دستور داده است که یکجا با کمیته حالتهای فوق‌العاده نویه سنگوار به ترتیب فوری کارهای نجات و برطرف سازی پایان داده شود. دیروز در مجمع تاریخ فرهنگی استقلال در شهر خوجند سوختور به عمل آمد. مقامات امور داخلی ولایت سوغد میگویند سوختور در آشیانه سیوم مجمع استقلال که در آن رستوران جای داشته است رخ داده است. تلفات جانی به مشاهده نرسیده است. دفتر مطبوعات ریاست کارهای داخلی در ولایت سوغد روز 16 ایول به رادیو آزادی گفت هنوز سبب اصلی آتش سوزی در طرفخانه معلوم نشده است ولی مساحت سوختور 3 متر را در بر گرفته است. روز دوشنبه در یک نوار ویدیویی لحظه آتش سوزی در مجمع مجسمه 25 سالگی استقلال تاجیکستان در خوجند در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. مقامات امور داخلی میگویند آتش سوزی شام دیروز خاموش کرده شد و حالا مقامات حجم ضرر وارده از سوختور را مورد آموزش قرار دارند. مجمع استقلال از 7 ستون عبارت بوده، 58 متر بلندی دارد. این برج ماه سپتامبر سال 2016 در ساحل راست دریای سیر به شرف سالگرد 25 استقلال تاجیکستان پرده برداری شده بود و در بین ساکنان با نام روسی استلا معروف است. عزت‌الله ستاری وزیر کشاورزی تاجیکستان روز 15 ایول در نشست مطبوعاتی این نهاد بالاروی نرخ گوشت را در بازارهای تاجیکستان به افزایش طلبات و خوب شدن وضع مردم ربط داد. او تاکید نمود که در بازارهای کشور گوشت کافی برای ساکنان هست چون طلبات به این نوع محصولات زیاد شده است، نرخش کمی بالا رفته است. یعنی وضع نیکو احوالی مردم خوب شده است. وضع که خوب شد ما به محصولات بیشتر نیاز داریم گفت. با اطلاع مسئولین وزارت کشاورزی در نیم ساله اول سال روان در تاجیکستان نزدیک 73,000 تن گوشت استحصال شده است که این نشان داد در مقایسه به همین دوره سال گذشته بیش از 3,000 تن افزایش یافته است. بالاروی نرخ گوشت که به افزایش طلبات در ماه رمضان ربط داده میشد بعد انجام این ماه یک بار شدت گرفته. فعلا ارزش 1 کیلو گوشت در دوشنبه مرز 50 سومانی را عبور کرده است. نرخ گوشت که در آویزه‌های بازارهای دوشنبه 45 سومانی برای 1 کیلو ثبت شده است روی نمیشد و آشکارا گوشت فروش‌ها محصولاتشان را با نرخ 52-53 سومانی میفروشند. بعضی گوشت فروشان میگن در برابر افزایش نرخ گاو و محصولات استعمالی آن اجاره پولی دکان‌ها و پرداخت اندازهای میوه شکن باعث می شود که با نرخ گران محصولاتشان را به سودا گذارند. نگرانی ها از بالاروی نرخ گوشت نه تنها در شهر دوشنبه بلکه در دیگر نواحی کشور هم صدا می‌دهد. در مقایسه با پایتخت در برخی از مناطق دیگری کشور نرخ گوشت باز هم بالاتر است. در همین حال قصابان و تاجرانی که به خرید و فروش چروا مشغولند میگویند کمچینی چروا نه تنها موسمی به نظر میرسد بلکه در مجموع سالهای اخیر شماره چروا در مقایسه با طلبات مردم به گوشت کم و هم چراگاه‌ها تنگ و نیست و نابود شد. طبق اطلاع رسمی در حال حاضر در کشور بیش از 2 میلیون گاو و 5 میلیون گوسفند شمرده شده است. به اطلاع مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان در حدود کشور تقریباً 4 میلیون هکتار چراگاه معین شده است و آن منبع اساسی تامین خوراک چروا به شمار می رود. دادگاه منطقه کلوب مولوده عادل و ساکنین نویه همدانی ولایت ختلان را که با اتهام زهرآلود کردند و به مرگ رساندن همسر و 2 فرزند خردسالش گناهکار دانسته میشد 24 سال از آزادی محروم کرده است. حادثه زهرآلودکنی ماه ایول سال 2018 در نویه همدانی سر و صدای زیاد را به بار آورده بود. بسگل 3 ساله و ماهینوی 6 ساله دختران مولوده عادل و ماه ایول و شوهرش قربانعلی نورعلیف در اول ماه سپتامبر سال 2018 بر اثر زهرآلود
شوی درگذشتند. مولوده عادلова در حال 24 سال از آزادی محروم شد که دوستان ولایت ختلان ماه دکبر او را به حبس گرفت. ماه دکبر از دوستان ولایت ختلان حبس مولوده عادلова را پس از تشخیص دوباره جسدها به عمل آورد. عادلова در آغاز به گناه خود اقرار شده بود، بعدا آن را انکار کرد. بنابراین دوستان ولایت حادثه را دوباره تفتیش کرد و پس از اثبات دست داشتن زن در این جنایت او را به حبس گرفت. مقامات بعد تحقیق حادثه و تشخیص معین کردند قربانعلی نورعلیوی 38 ساله از استعمال یک نوع زهری که بیشتر در پختزار استفاده می شود درگذشته است. خانواده قربانعلی نورعلیو گفتند که از حکم دادگاه راضی‌اند و از بالای حکم شکایت نمیبرند. روز دوشنبه سرپرست خارجه اتحادیه اروپا گفت که ایران تا حال به طور جدی سازش هسته‌ای سال 2015 را نقض نکرده است. از این رو جانب‌های باقی مانده این سازش فعلا اقدام نخواهد کرد. فدریکا موگرینی میگوید ما دیدیم که از نقطه نظر فنی تمام اقدام‌ها گرفته شدند و آن باعث تأسف است، اما این اقدام‌ها قابل بازنگری هستند. ما از ایران دعوت می‌کنیم که عقب گردد. دیروز در شهر بروسل وزیران کار خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا راه‌های کاهش تشنج در بین ایران و امریکا و مطمئن سازی ایران به اجرای سازش هسته‌ای را بررسی کردند. به قول وزیران بالا بردن حد غنی‌گردانی اوران حتما معنای پایمال کردن سازش را ندارد. دیروز بزرگترین شهر قزاقستان الماتو بدون برق بود. تقریبا تمام محله های شهری که 1,800,000 اهالی دارد ساعت 2 روز از نیروی برق محروم شدند. منصبداران میگویند در کوچه های الماتو 400 افسر پلیس مستقر شد تا نظم را در نقلیات برقرار کند. مترو هم دیروز از کار مانده بود. تا حال سبب قطع نیروی برق معلوم نیست و منصبداران هم در این باره چیزی نگفتند. روزهای اخیر در الماتو هوا تا 35-37 درجه گرم شده استعمال ایلوگی نیروی برق را به عمل آورده بود. برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. مادر یک محبوس تاجیک که از ناپدید شدن پسرش بعد انتقال به دوشنبه شکایت داشت توانست است با او ملاقات کند. پیشتر این زن نگران بود که شاید فرزندش رفتیده یا از زندان گریخته است. بیبی سوچ رحیم و ساکن نوی رودکی میگوید پس از نشر گزارش رادیو آزادی نمایندگان وزارت عدلیه با وی در تماس شده از سرنوشت فرزندش خبر دادند و امکان دادند در زندان با پسرش ملاقات کند. بیبی سوچ رحیم و برای رساندن این خبر به دفتر رادیو آزادی در دوشنبه آمد. مادر تاجیک روز 10 ایول گفته بود که مدت 5 روز است هیچ کس در کجا بودن پسری محبوسش را به او نمیگوید و از آن نگران بود که پسرش مانند 14 محبوسی که در راه از کوچند به دوشنبه به هلاکت رسیدند فوتیده است. پسری بیبی سوچ رحیم و در دیدار کوتاهش از مادر خواسته است و برای بازبینی حکمش به دادگاه مراجعت نماید. سوپان قربانوف 2 سال پیش با اتهام قصد پیوستن به صف گروه‌های تندرو به 13.5 سال زندان محکوم شد. مفتشان میگویند که گویا او میخواست از طریق ترکیه به کشورهای جنگ زده خاورمیانه برود، ولی در نیمه را بازداشت و به تاجیکستان فرستاده شد. تورکو دیکایف خبرنگاری شناخته تاجیک شب دیروز در سن 69 سالگی درگذشت. نزدیکان تورکو صبح 16 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفتند که او 2 روز به این طرف از درد دل رنج میکشید و روی بستر بیماری افتاده بود. تورکو دیکایف از آوان جوانی در منطقه کولوب به کار خبرنگاری پرداخته در دهها نشریه فعالیت کرده است. تا 2 سال پیش خبرنگاری آژانسی اطلاعاتی آسیا پلوس بود، اما بعد رخصت شدن از این خبرگزاری دیگر کاری ژورنالیستی نکرد و به عکاسی مشغول بود. اما خبرنگاران منطقه کولوب میگویند که خدمت‌های تورکو دیکایف در شکلگیری ژورنالیسم منطقه کولوب کلان است. به گفته همکسبان تورکو او دهها ژورنالیست جوان را در این منطقه تربیت کرده است که حالا در دهها آژانسی و خبرگزاری‌های داخلی و بین‌المللی فعالیت دارند. سال 2005 تورکو دیکایف در میان 25 ژورنالیست شناخته که از سوی دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار گردیده بود عنوان ژورنالیست سال را دریافت نمود. و رو می‌آوریم به خبرهای ورزشی. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان با وجود آنکه بازی سومش را در هرو اینترکانتیننتال کاپ 2019 به تیم ملی کره شمالی با حساب 0-1 باخت و فینال این مسابقه بین‌المللی راه پیدا کرد. بازی دوری آخرین سبقت گروهی میان تیم‌های ملی تاجیکستان و کره شمالی شب دوشنبه 15 ایول در شهر احمدآباد هندوستان دایر گردید. یادآور می‌شویم منتخب تاجیکستان در اولین بازیش در این مسابقه بین‌المللی بر تیم هندوستان با حساب 4-2
2 و در بازی دومش بر دسته سوریه با حساب 2-0 پیروز شده بود. رقیب منتخب تاجیکستان در فینال در بازی دیگری دوری سوم مسابقه امروز 16 ایول میان دسته های منتخب هندوستان و سوریه معلوم می شود. در مورد پیروزی سوریگی ها در این دیدار منتخب تاجیکستان در بازی نهایی مسابقه بین المللی روز جمعه 19 ایول با تیم سوریه رقابت می کند، ولی اگر بازی مساوی شود و یا سوریگی ها شکست خورند آنگاه منتخب تاجیکستان در بازی حل کننده با تیم ملی کره شمالی وارد رقابت خواهد شد. و خوشخبری دیگری ورزشی، ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید و ورزش سبک برای جایزه های قهرمان المپیک تاتیانا کالپاکووا که روزهای 13 تا 14 ایول در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار شد 11 مدال، 5 طلا، 2 نقره و 4 برنج به دست آوردند. به اطلاع فدراسیون ورزش سبک قرقیزستان در این مسابقه لیسنزیونی حدود 200 ورزشکار از قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و هندوستان برای دریافت راه‌آهن به بازی‌های تابستانه المپیک سال 2020 در توکیو مبارزه بردند. و اکنون از کورب اسعار خارجی برای امروز میگیم که از سوی بانک ملی به طور زائل تعیین شده است $1 9.43 درهم، 1 یورو 10.64 درهم و متوجه باشید 1000 روبل روسی بالاتر رفته است و 150.20 درهم ارزش دارد. با سپاس به یکایک شما بینندگان عزیز برای همراهی و از اون که با ما همکاری دارید. من همه شما رو بعد از تقریبا 3 ساعت دیگر در آزادی ویدیو با خبرهای تازه منتظر می شوم. تا اون وقت روز خوب داشته باشید.